داریوش کروند هستم، استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آباد غرب. مشغولم به فعالیت در سبک کیوکوشین ساواکی، نایب رئیس سبک کیوکوشین ساواکی جمهوری اسلامی ایران هستم. دارای مدرک دانشجوی فدراسیون کاراته، مربیگری درجه 1 فدراسیون کاراته، داوری درجه 1 فدراسیون کاراته. الان چیزی به حدود 30 ساله که در این سبک‌های رزمی مشغول به فعالیتم. سال 1385 سرمربی تیم ملی شینکایچی بودم. چندین سال خودم به عضویت تیم ملی جمهوری اسلامی ایران درآمدم. از سبک‌های دابل فول کنتاکت، شین کاراته، سوپر کنتاکت کاراته، الانم که کیوکوشین ساواکی. تو مسابقات جهانی موفق شدم مقام اول دست کنم. چند تا از مسابقات بین‌المللی، چند تا مسابقات سطح کشوری که همشانم خوشبختانه دست پر برگشت. الانم به عنوان سرمربی تیم ملی کیوکوشین ساواکی جمهوری اسلامی ایران مشغولم به فعالیت. سالن ورزشی ما چند تا از این بچه‌هایی که الان پیش ما کار میکنن، چند تاشون قهرمان آسیا هستن، 4 تاشون یه دونه از خانم‌ها قهرمان آسیا است پیش ما، چند تایی هم قهرمان کشور پیش ما دارن فعالیت میکنن. یه تقریبا 2 ساله که به صورت رسمی و به صورت سخت تو سبک کیوکوشین ساواکی مشغول به فعالیت است. معرفی تعدادی از قهرمانان که در باشگاه کیوکوشین ساواکی مشغول به فعالیت است. یکی از شاگردان باشگاه ما که تو مسابقات قهرمانی آسیا تو سبک WKFB در استان خوزستان برگزار شد، آقای محمد کروند که خوشبختانه تونسته مقام اول کمیته و مقام سوم کاتار رو تو مسابقات آسیایی اهواز کسب کنه. یکی دیگه از کسایی که تو مسابقات آسیایی شرکت کرده و خوشبختانه تونسته مقام سوم کسب کنه، آقای مهدی کریمی، یکی از شاگردایی که تقریبا نزدیک 1.5 سال پیش ما مشغول به فعالیت است. آقای پارسان رضایی قهرمان کشور، آقای ابوالفضل صیادی قهرمان کشور، خانم آمیتیس احمدیان